الان این ماهیایی که میبینین اینا هم این ماهی کامل پیداست هم پایین اگه خودت این ماهی اینا همه ماهی اینا همه ماهی داخل کارونچار تو شهر لردگون 26 از ساعت 4 عصر تا ساعت 12 شب تونستیم این ماهی ها رو بگیریم. اولی ماهی که گرفتم این بود قزل. اولی ماهی که گرفتم این قزل بود. نمیدونم چه قزل، شکل قزل نیست ولی ماهی چیزیه. بعد دوم ماهی که گرفتم این بود. این بود. دوم ماهی که گرفتم این بود. دوم ماهی این بود و آخرین ماهی این بود که دقیقاً ساعت 12 قلاب با فنر انداختم داخل آب. یعنی آخرین پرتاب بود میخواستم الکی بندازم. بعد یهو گذاشتم رفتیم غذا بخوریم. بعد دیدم همچین ماهی توی آب دیدم قلاب کامل تا شده. بعد همچین ماهی به این بزرگی اومد تو قلاب. حالا پاکش کردیم که بریم حالا بخوریم دیگه. خیلی ممنون، خداحافظ.